حصار باستان یکی از سرزمین‌های کهن تاجیکان به حساب می‌رود. این سرزمین مکانی است که به آن خاص و عام توجه خاصه دارند. حصار در قسمت شمال و غربی دوشنبه جای داشته یکی از سرزمین‌های فرهنگی تاجیکان از قدیم تا امروز است. مردمان حصار از قدیم به هنرمندی و کاسبی و کشاورزی مشغول بودند. در حصار باستان مدنیت مادی و معنوی خیلی زیاد بود. معنای حصار جای بلندی یا قلعه با دیوارهای بلند احاطه شده می باشد. در ابتدای عصر هشت وادی حصار از طرف استیلاگران عرب ضبط کرده شد. وقتی عرب ها به این سرزمین لشکر کشیدند، کوههای احاطه شده را دیده اینجا را حصار گفتند. تا آمدن عرب ها یعنی تا عصر هشت حصار را شومان می گفتند. شومان در زند و پازندی اوستا به معنای جای خوب آمده است. حصار شادمان نه تنها در قلمرو تاجیکان همچون یک شهر تجاری شناخته می شد، بلکه از خارج هم به اینجا مال و کالاها آورده می شدند. در گذشته در وادی حصار زیاده از 350 شهرهای خرد و کلان وجود داشتند. حصار باستان یکی از شاخه های راه ابریشم بود. مال و کالاهایی که از قسمت های رشت می آمدند به وادی حصار گذشته به قسمت بلخ و یا دیگر سمت ها می رفتند. شهر حصار همچون شهر ترانزیتی بین بلخ و چین بود. می توانیم گوییم که حصار نیز یکی از مرکزهای علم آموزی بود. حصار زرخیز در عرصه تاریخ با مسگری، آهنگری و زرگری نیز شهرت دارد. در شهر حصار یادگاری های تاریخی نهایت زیادند، ولی مشهورترین آن این قلعه حصار است. آثارهایی که از داخل قلعه حصار یافت کردند به دوره نئولیت راست می آید. از اطراف چشمه عسکرخانه قلعه حصار آلاتهای سنگی یافت کردند که تاریخ 6-8 هزار ساله دارند. قلعه حصار به 3 قسم جدا می شود. قسمت بلندترین این قلعه مکان شاهنشین بود و قسمت دیگر اشترخانه که در آن انبار، خزینه ها، شتر و اسب ها نگاهداری می شدند. تا سرنگون شدن امارت بخارا این قلعه منزلگاه بیک حصار بود، یعنی مرکز بیکیگری شهر حصار به حساب می رفت. دیاکنوف که سال 1946 در قلعه حصار تحقیقات گذرانیده بود می نویسد که پایدیوار دروازه قلعه حصار تاریخ زیاده از 2000 ساله دارد. باستانشناسان می نویسند که دروازه قلعه زیاده از 16 مراتبه ویران و سر ساخته شده است. قلعه حصار در حدود 86 گکتار بنیاد یافته است. از سال 1868 حصار
پایتخت بخارای شرقی گردید. در بخارای شرقی 6 بیکیگری بود. در زمان صاحب استقلالی کشور محبوبمان تاجیکستان به این یادگاری های تاریخی غمخواری ها ظاهر کرده شدند. همین بود که سال 2015 3000 سالگی حصار جشن گرفته شد.